فستیوال آزمون تلویزیونی جمهوری بوستون 2017 که با ابتکار مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سال جوانان راه اندازی گشته است برای پیدا نمودن استعدادها در ساحه صنعت نوازندگی و سرایندگی، حج و مطیبه، رقص و بدیع‌خوانی و مهارت سخنوری مساعدت نموده است. طبق نقشه فستیوال آزمون دور دوم چهاربینی در شهر و ناحیه‌های کشور ادامه دارد. در شهر تورسونزادا نیز این چهاربینی با فراگیری شماره وسیع اشتراکچیان و تماشابینان در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی برگزار گردید. بهاره آدینایی خط کننده مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 12 دهه قرطاق شهر تورسونزادا است. از اول نورسی به صنعت آوازخوانی شوق و رغبت بی اندازه داشت و پیوسته با تقلید به استادان صنعت مستقلانه مشق میکرد. هیئت حکمان شعبه فرهنگ شهر تورسونزادا او را در نامیناسیون آوازخوانی بهترین حسابیده. همچون اشتراکچی دور دوم فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی بوستون 2017 انتخاب نموده بودند. مقصد از تشکیل و برگزاری هر یک فستیوال یا آزمون بین هنرمندان جوان شهر و ناحیه‌های کشور دریافت استعدادها و انکشاف صنعت خلقی میباشد. در این زمینه همساله در کشور یک چند فستیوال آزمون‌های راه‌اندازی می‌گردد که بر رشد صنعت تاجیک زمینه مساعد می‌گذارد. فستیوال آزمون تلویزیونی جمهوری بوستون 2017 نیز زمینه است برای رشد فرهنگ اصیل و دریافت چهره‌های نو روی صحنه هنر. از جانب هیئت حکمان فستیوال آزمون به بهترین هوس‌کاران صنعت در 9 نامیناسیون دیپلم تقدیم کرده شد و هنرمندان جوان و نوازی شهر تورسونزادا امکان اشتراک در دور نهایی پیدا نمودند.